الحمد لله وحده و صلاة و سلام و لا نبی بعده. اما بعد، امروز هم که باشد در اطراف یک حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با یک خطاگی که در نماز من شما داریم، این حدیث من شما را تأکید میکنه تا که از این اشتباه، از این خطاگی خود دست بکشیم. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیه در کتابهای خود آوردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگوید یکی از شما چی در رکوع و چی در سجده سر خود را پیش از امام بلند میکند، الله مهربان سر او را تبدیل به خر میگرداند. عزیزان دل، این عمل در اکثر من شما دیده می شود. یعنی شخص نمازخوان باید بعدی که امام سمع الله لمن حمیده میگوید سر خود را بلند کند، یا که در حالت سجده وقتی که امام الله اکبر میگوید می نشیند بعدا سر خود را بلند کند، نه اینکه پیش از امام سر خود را بلند کند. امروز این عمل زشت حتی از مردم عادی یک طرف، از بعض اهل علم به خاطر که در نماز توجه نداریم، از فکر زندگی پریشانی زندگی را دیگر نماز تبدیل به عادت که کردگی هستیم، به امام هم اهمیت نمیتیم. به همین خاطر این حدیث من شما را تهدید میکنه که کسانی که از این عمل زشت دست نمیکشند، یعنی پیش از امام سر خود را چی در رکوع و چی در سجود بلند میکنند، الله مهربان سر اونها را فردای قیامت تبدیل به خر میگرداند. الله مهربان من شما را از این عمل زشت نگه بدارد.